ادیان ابراهیمی در 1 دقیقه. ادیان ابراهیمی یعنی دین‌هایی که به حضرت ابراهیم برمیگرده. چه دین‌هایی؟ اسلام، مسیحیت و یهودیت، یعنی 3 دین بزرگ دنیا. حالا چطوری؟ حضرت ابراهیم 2 پسر داشت، اسحاق و اسماعیل. حضرت اسحاق یه پسری داشت به نام یعقوب و بعدها از حضرت یعقوب 12 پسر به دنیا آمدن که بهشون گفتن بنی اسرائیل. یکی از این پسرها اسمش لاوی بود که بعدها از نسل لاوی مردی به دنیا آمد به نام موسی که موسی به پیامبری رسید، بنی اسرائیل دوباره جمع کرد و دین یهودیت شکل گرفت. قرنها بعد از نسل یکی دیگه از پسرای حضرت یعقوب به نام یهودا یه پادشاهی ظهور کرد به نام داوود که از نسل داوود فردی به دنیا اومد به نام عیسی. بعدها عیسی به پیامبری رسید و دین مسیحیت رو تشکیل داد. حالا فرزند دیگه حضرت ابراهیم یعنی اسماعیل توی صحراهای عربستان ساکن شد و از نسل اون فردی به دنیا اومد به نام محمد که محمد هم بعدها به پیامبری رسید و دین اسلام رو تشکیل داد. پس دین یهودیت برمیگرده به حضرت موسی، لاوی، یعقوب، اسحاق و نهایتاً ابراهیم. دین مسیحیت برمیگرده به حضرت عیسی، داوود، یهودا، یعقوب، اسحاق و نهایتاً ابراهیم. و دین اسلام هم برمیگرده به حضرت محمد، اسماعیل و نهایتاً حضرت ابراهیم. 3 دین، یک دونه ریشه و داستانی که مدام داره سرنوشت دنیا رو تغییر میده. همین.